سلام، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از محصولات شرکت ماشینسازی صادقی به نام دستگاه تخم‌گذار دستی. این دستگاه دو تا الکتروموتور، یکی برای حرکت مستقیم، یه برای قسمت لیبره تعبیه شده روش و یه تابلو برق مزهک به سیستم کنترل فاز. دستگاه اپراتور وقتی میخواد باش کار کنه، قسمت چکشی عقب ریلی بزرگی خیلی راحت میره عقب، مثالا وارد دستگاه میکنه، همزمان با کمک پدال دستگاه ویبر روشن میکنه، مثالا توی قالب پهن میکنه، وقتی قالب پر شد اضافه مثالا روی سینی ضم میکنه و همزمان سنبه رو میکشه. سنبه به صورت مکانیکی رها میشه روی قالب، همزمان ویبره میزنه و قالب رو از مثاله آزاد میکنه و وقتی تا انتها بیاره سنبه دوباره مجددا بالا قفل میشه و این حرکت رو مجددا تکرار. خدمتگزار شما هستیم در شرکت ماشینسازی صادقی.